من چی گفتنیم؟ من شما با همین تجربه کارم، تجربه که من که دارم، هوا شما با نقل کردم میتونم. شما چیزی که شما در کار است گیرید، چیزی که در کار نیست نگیرید. 99 از 199% من با شانس نبود که همین شخصی که هستم شوم. 99 از 199% من شانس نداشتم. پول نداشتم، اماکی نداشتم، تقوی نداشتم، یعنی کس نداشتم من که من بیاردم کنم. خشتبارم بود، نه که همین که من با تجربه سازد نه. من همین شخصیت خودم روز به روز استا ساختم. از چی سر کردن در کار؟ برای از بالای خود کار کردن. شما باید خودتون با سوال تید. چی طور انسان من شدم میخواهم؟ یکمین سوالی که شما باید خودتون باتید انامین. چی طور انسان من شدم میخواهم؟ تو است شما خودتون چی خیلی انسان تصور کردن میتونید؟ شما چی خیلی آرزو دارید که همین کدوم انسان چی خیلی انسان شدن میخواید شما؟ شما همین باید سر کنید. چی خیلی انسان من میخوام که شوم؟ همین سوالاتیت خودتون باید. این چی گفته که گپ من گوش کنیم. شما باید که انمو انسانی که میخواهید شوید، همون انسان معنی سر خودتون با همون تصوراتش باید پیدا کنید. دقت کنید. باز من میفهمم شما. من همین تلفن رو دیدی؟ همین تلفن، این تلفن من شما تلفن میگویم. نه که همین فکر یک انسان بود. اول در سر یک انسان پیدا شد. بعد وای انسان فکر کرده، آموخته کرده، است این اختراع کرده، است این عملی گرداند. لباسی که من دارم اینم فکر یک انسان بود. خانه‌ای که شما زندگی میکنید، داروهایی که شما استعمال میکنید، ماشینی که شما های کرده میگردید، تکنیک سمالیاتی که ما شما پرواز کرده میگردیم، همه اینا یک وقت در سر کدوم انسانه همچون تصورات پیدا شدگی بود. بعد وقتی که آدم بالای این مهنت کرد، نه که همین چی با باور کرد، بعد همون فکر عملی کردن میتاد. اگر همون فکر با باورش نرسد، همون چیز عملی کردن نمیتاد. برای همه قدر یکمین کاری که من شما باید کنیم، چه خیلی شما خودتون کدوم خیلی انسان تصور کردن میتونید؟ شخص معتبر، شخص موفق، شخص اعلی همت، یا که چه خیلی شخص چمپیون، دیگر گپ دیگرش قطعه پهلوان، یا که شخص چی؟ نیپولنی نوداچنیک. چیز شما ویبرد میکنه. چه خیلی انسان خودتون شما نسبت خودتون چه خیلی تصورات دارید. وقتی نگاه کنید، اگر که شما خودتون اوبیدیت کردن نمیتونید، خودتون بفهموندن نتونید، چه خیلی شما دیگرها بفهموندن میتونید این چیزا. برای ما اول باید که انسان با خودش قرار کند که چه خیلی انسان من شدم میخواهم. چرا که شما با دوباره возможность نیست که این حیات از سر گذرونید، که یک بار خطا کرده دیگه هیچ گم نه، دوم بار با اصلاح میکنم. این خیلی نیست که امروز اسپین نکردم پگاه میکنم یا فردای دیگر. نه، حیات من شما با دوباره شانس نمیدهد. عمر جوانی میگذرد، عمر میگذرد. بعد یک پس نگاه میکنید که اوجه دوره بقوتیتون گذشته است، دوره تواناییتون گذشته است، هنرمندیتون گذشته است. برای که شما فهمید که چی خیلی شما شخصه شدن میخواهید، شما باید که خودتون با 10 تا سوال تیدو، همین 10 تا سوال با جوابش نویسید. من همین کارا کردگی، حاضرم میکنم، من دائما همین کارا کرده میگردم. یکم سوال، چی خیلی انسان من بودم میخواهم. شما باید که برای خودتون باید که قرار اپریلیت کنید. برای خودتون باید که شما اوجه قرار کنید، انتخاب کنید، برای خودتون انتخاب کنید. باید چه خیلی انسان من شدم میخوام. انسان دستش کشاده، انسان خدا ترس، انسان عالم، یا که انسان مردکار، یا که چه خیلی انسانی که خودش هم ثروتمند زندگی میکند و دیگرها با دستگیری میکند، یا نه چه خیلی انسان. اول شما باید که همین چی به جواب دهید، چه خیلی انسان من شدم میخوام. دوم سوالی که شما با خودتون بتید،
چه خیل خاراکتر من باید داشته باشم؟ کدام خیل خاراکتر من خودم با معقول شدن میتوانم؟ کدام خیل خاراکتر من باید که داشته باشم، خودم با تربیت کنم؟ فکر شما خطی خاراکتر شما رول بازی میکند برای آینده شما؟ خاراکتر شما، تقدیر شما با یگان وابستگی داره یا نه؟ حیات شما با صفت حیات شما با تاثیراتش میرسد یا نمیرسد؟ من گمان میکنم که خیلی میرسد. خاراکتر شما معرفی میکند در بین جمعیت. خاراکتر شما پیش میبرد در بین مردم. اگر که خاراکتر شما سلبی باشه، خاراکتر شما نارسا باشد، مثلا من مثلا میگم بخیل باشید، محلچگی باشید، دروغگو باشید، ترسانچک باشید، همین چیز خاراکتر شما با مشای میکند. شما با پگا میکنم، فردا میکنم. انا حیات میدونه چی؟ حیات سست برید، این خیلی تنبلی کنید. یا که حیات من خیلی وای برید رستچیتلство، دویما پول расход کرده گردید، کیف و صفا کرده، جورابازی کرده. نه، اون وقت با خاراکتر شما تماما شما با یاردم نمی کند که با مقصدتون رسید و اون حیاتی که آرزو میکنید همون حیات سازید. نه برای شما با مشای میکند، شما با عقیم میبرد. این خیلی خاراکتر شما با عقیم میبرد. سیومین چیزی که شما باید که نقص فهمید و درک کنید، سوالت جوابش تر کنید. کدوم عادت ها را من باید به خودم تربیت کنم؟ То есть какие привычки в себе я должен воспитать? کدوم عادت ها را من باید به خودم تربیت کنم؟ میدونید آدمای ثروتمند، آدمای неудачный گویم، یا که ثروتمند و успешный і неуспешный گویم. مثلا آدمایی که موفق هستند و آدمایی که موفق نیستند، اینش هم همین خیلی عادت های زندگی دارد، اینش هم عرف و عادت های زندگی دارد. من مثال گویم، نگاه کنید، بعضی آدما خواب خیزد تا سیگارت نکشه یا نوس نکشد بیدار نمیشد. بعضی آدما تا سیگارت یا نوس نکشد настроенش جوابش نمیاد. بعضی آدما با به حد بدرشکای همین یک چیز گپی майдак با علاوه وای برین در میگیرد، انگلا برین جهلوش میخیزه غربت. بعضی آدما بخیل است، بیند که یک کس تواناتر شد، ثروتمند شد، وای با درونش عذاب میکشد. اینو نگاه کنید، خواهید که اگر کمی چیز ببینید، بیاید یک خیشتون بشینید و نقل کنید، گویید که وای خیشتون خیلی توانا بوده است، یا که وای رفیقتون خیلی توانا بوده است. باور که این خیشتون چهرهش منه خیلی ندوالم میشد. چه باکی بخیل. شما سر از این اسم میکنید. نگاه کنید، برای همون آدمایی که ناموفق هستند، آدمایی که حیات به هیچ چیز به دست آوردن نمیتون و یا عرف و عادت تو از پریویچکه های و تربیت شدگی ده و با فکر بد کردن، انا پستاینا سخن کنن، اگه البته همین سخنان دغال، البته سخنش باید سخنان گپوی دغال باید برود ده، چون که همه با عادت شدگی پریویچکه. انا کن آدمایی که ثروتمند میشد و موفق میشد و یا ما خیلی پریویچکه دارد. چه خیلی اما عادت ها خودش باید تربیت کرده. کدوم عادت ها؟ کتاب خواندن، نقشه کشیدن، انا با صبر بودن، انا طاقت کردن، مشکلی های زندگی با شکر کردن، از سر گرزوندن، هر یک مشکلی که به سرت میبیاد شکرانه کرده، از سر گرزوندن. همین عادت انسانی های. شما یا که همین عادت های بد خودتون تربیت میکنید، یا که عادت های نقض خودتون تربیت میکنید. همش خودتون وابسته دارد. انا کن این انتخاب شماست. وقتی که شما یک بار تکرار کردید، من مثلا یک بار دروغ گوید، اگه با پگا مجبور میشه که با دروغ گوید، با مجبور میشه که با دروغ گوید. بعد استا یک وقت میشه که شما دروغگو میشید و شما معنی سرتون اینا قبول میکنه، همچون خودی که این استیستمینه، خودی که این پریادک ویشه. شما دروغ گفته رفتن میگیرید، یکی همی خیلی. یا که چی گم زنکه باز باشید. یک بار نظرتون به این شیرین میتابد، دو بار نظرتون به شیرین میتابد، سه بار شیرین میتابد، بعد پنجم و دهمش به شما فکر نکرده رفتن میگیرید. فکر نکرده. یا که چیزی کسی یک بار گیرید، اگه چیزی کسی یا که فکری بدی کسب باشه، یک بار دو بار سه بار این عادت شده میگیره. وقتی که پریویچکه شد، عادت شد،
این уже حیات شما همون به من برود. من میخوام که شما فهمید وقتی که شما دروغ میگویید حیاتتون دروغ میشد. شما میفهمید؟ وقتی که شما دروغ میگویید حیاتتون دروغ میشد.